صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 3: رستاخیز آریانا و نفوذ دولتداری و تمدن الینی، اصطلاح اسکندر مقدونی و تلاش‌های استقلال خواهی مردم باختر و سغد. اسکندر دارا را به تابوت اندر کرد و دیگر روز به تخت دارا بنشست و آن روشنک را بزنی کرد و علما و حکمای عجم را بیاورد و علمشان نبشت و ترجمه کرد به زبان یونانی و به یونان فرستاد سوی اریستوتلیس و هرچند بتوانست از شهر پارس و بابل و عراق ویران کرد و حصارها بیفکند، همچنان که بخت و نصر کرده بود و دیوانهای دارا همه بسوخت. مراسم تاجگذاری اسکندر مقدونی را بعد سر دارای سه واقعه‌نگاران و تاریخ نویسان عهد قدیم چون یک گردش جدی در نظام دولتداری و کشورکشایی‌های این لشکرکش توانا شمردند. او برابر رسم و آیین معمولی اشرافان یونانی عنعنه‌های شاهنشاهان هخامنشی را پذیرفته، مقربان و سرلشکرانش را وادار نمود که به رسم شرقیان در حضور او بزانو بزنند و حتی زمین ببوسند. این اقدام دسته سرلشکران و دوستان نزدیکش را که در روحیه الینی تربیت یافته از آغاز لشکرکشی‌ها پهلو به پهلو بودند و تفریقه در مقام و مرتبه نمی‌گذاشتند، در حالت بسا ناگوار گذاشت. یک گروه همصفان و دوستان او از جمله گفستیان، پتولمی لگ، پردیکا امر او را ناچار پسندیده باشند. گروه دیگر فیلات، کلیت، امینتا از این کردار اسکندر آزرده خاطر گشته خواستند به جان او سوی قصد نمایند. سوی قصد آشکار گشت و اسکندر مقدونی اول فیلات، سپس پدر او پرمنیان و دیرتر دیگر همصفان برآشفته‌اش را محکوم به قتل نمود. اسکندر مقدونی با این ظاهربازی‌های نظرفریبش می‌خواست عنصرهای بهترین تمدن غرب و شرق را با هم آمیزش داده یک امپریای جهانی فراگیر آفرد که خلق‌های سرشمار گوناگون زبان و مختلف آیین را زیر نگین یک قلمرو متحد سازد. یک دولت متمرکز و ایدئالی بنیاد نماید که ساکن یونان زمین خود را در بلاد پارس و ساکن پارس خود را در مقدونیه بیگانه نپندارد. به همین خاطر او رسم و آیین آریایی ها و دیگر خلقیت های آسیایی را پذیرفته عزم جهانگیری و کشورکشایی ها نمود. ناگفته نماند که این غایه پرورده و آفریده نخست شاهان هخامنشی بوده، از عهد کوروش کبیر و دارای یک سر کرده در میان جهانگیران و بنیادگذاران امپریاهای بزرگ پیروان و حامیان زیاد پیدا کرده است. خلق تاجیک و نیاگان آریایی او بعد امپریای جهانی اسکندر مقدونی باز در عهد خلافت عرب به اصطلاح مغول به این هنگامه بزرگ دولتی اجنبیان گرفتار شده هویت ملی و آریت اجدادی خود را از دست ندادند. در مرحله های بعدی نیز در طرز ساختمان امپریاهای معاصر برای بنیاد چنین امپری ابرقدرتی که غالباً با یک زبان عمومی حرف زده مرام و مقصد مشترک داشته باشند کوشش‌های زیاد به خرج داده می‌شد. گذشته از این مقام و مرتبه یک ملت را با راه صنعی بلند برداشته به دستاوردهای تاریخی و فرهنگی و میراث مدنی ملت‌های دیگر خردگیرانه مناسبت کردن به حکم عنعنه درآمده بود. عادتاً این عملها به خاطر آفریدن خلقیت یک مرام و یک زبان دارای مفکوره از ریشه‌های تاریخی کنده و از ملت و عنصرهای ملی بیگانه پیاده می‌گردید. خلاص عزم جهانگیری و بنیاد امپری یگانه جهانی در نهاد اسکندر مقدونی آنقدر قوی بود که حتی بعد تاج شاهنشاهی دارای سه را به سر نهادن و به تخت اجدادی هخامنشیان صاحب شدن او به لشکرکشی و کشورکشایی‌هایش انتها نبخشید. اکنون در سر راه او باختر هزار شهر
و سوغد زیبامنظر با بایگری‌های بی‌انتهایش دامن افراخته بود. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ ادامه دارد.